سرخط مهمترین خبرها: بحث قرقیزستان و تاجیکستان درباره اردن پوتین به رحمان. زلنسکی از ناتو خواست بر روسیه حمله کنند و صحبت با جوان تاجیک که با اصول نو انگلیسی درس می‌دهد. درود بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها همراهتان. امروز 7 اکتبر است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. تریزا ریبیرو، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، روز 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگیش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را به 7.5 سال زندان محکوم کردند. چون این حکم‌های دهشتبار آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را باز هم زیر خطر می‌گذارند. او باید آزاد کرده شود، نوشته است ریبیرو در تلگرام. یک منبع آگاهی رادیوی آزادی روز پنجشنبه تصدیق کرد که در جریان ملاقات هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان حکومت، ریبیرو حبس ژورنالیستان و حکم عبدالله غربتی، حمله به خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی را مطرح کرد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقات با هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا چیزی نگفتند. تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 5 اکتبر خبر داد که یک نماینده‌اش با هیئت واخورد. سفر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت هستند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 7 اکتبر به شهر سنت پترزبورگ روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که هدف از این سفر شرکت در واخوری غیر رسمی سران دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. درباره جزئیات ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل فعلا اطلاع زیادی در دست نیست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، در صحبت با رسانه‌های روسی این دیدار را مهم خواند. سودر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است به نشست سنت پترزبورگ نمی رود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهارات همتای قرقیز خود را خلاف آداب دیپلماتی، نفرت پراکنی و پایمال کردن سازش‌های حاصل شده نامید. چنگیز کوستابایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، روز 6 اکتبر از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردنی برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافاتانیده شدن پرزیدنت امامعلی رحمان را تنقید کرد. او نوشت که این جایزه برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه داده شده است و جالب آن است که وقت مقامات تاجیکستان صلح و آرامی مردم کشورهای آسیای مرکزی را ویران می‌کنند، در این منطقه از چگونه امنیت صحبت کردن ممکن است. شاهین صمدی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در پاسخ به این نوشته است که منصبداران قرقیز می‌خواهند با اظهارات‌های اغواء‌انگیزانه خود خل به دست آورند. صمدی جانب قرقیزستان را به آن متهم کرده است که به خاطر پنهان داشتن عمل‌های جنایی خود با فکت‌های دروغ علیه تاجیکستان حمله پرقدرت اطلاعاتی را انجام دادند که تا امروز قطع نشده است. و همچنین اشاره کرده است که قرقیزستان دسترسی به سامانه‌های تاجیکستان را محدود کرده، آن رسانه‌های خود را که از هر دو جانب اطلاع دادند زیر فشار گرفته است. چند جوان تاجیک تلاش دارند با اصولهای نو به مردم زبان انگلیسی آموزانند. درس‌های این جوانان رایگان است و اساساً طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. امروز درباره یک جوان به شما نقل میکنیم که بیش از 70,000 نفر را با شیوه نو درس میدهد. سعدی آموزگار زبان انگلیسی است. درس‌های او با چنین ویدیوهای کوتاه جریان میگیرند. در هر درس فقط یک کلمه آموخته می شود. برای این سعدی نقش آفرینی می کند. خودش هم شاگرد می شود و هم استاد. خیلی شاگرد چی سوال؟ جورم یکون کس زنگ میزنی سودا جو میگه که ما اومده سایم راه دایم. همین چی خیلی میگم من انگلیسی قضیه. کلمه امی راه میدونی چی میشه با انگلیسی؟ وی او که راه میشه. خیلی هم میگه که من در راه یعنی I am on my way. I am on my way یعنی ما در راهم. رنگ توجیه اکاکو. او صد فویز. سعدی طاهرزاده 30 ساله ختم کرده دانشگاه شهر کولاب است. 1 سال است که در اینستاگرام درس می‌دهد. درس‌های او رایگانند. میگوید
مقصدش آموزاندن چیزهای دشوار با راهی آسان و خاطرمان است. بگم پرینسیپی همین آنلاین آموزش همین است که باید کوتاه بگم یک کلمه باشد. وقتی که در اینستاگرام مردم ویدیو دراز، نوار درس تماشا نمیکنند. بیشتر از من در یوتیوب هم هست، لیکن تماشای یوتیوب نظر به اینستاگرام خیلی کم است. اونجا من درس پورا دارم 10 minút 15 minút و در اینستاگرام 1 minút یعنی یک کلمه را میفهمونم. اینو سونتر است، اینو توی سر قبول میکنند. خوانندگان مکتب در تاجیکستان از صنف 2 تا 11 زبان انگلیسی می‌آموزند. تعلیم انگلیسی در مکتب عالی هم ادامه می‌کند، ولی این آموزگار جوان می‌خواهد شیوه‌های نو و غیر معمولی زبان آموزی را جاری کند. می‌گوید انتخاب این راه سبب دارد. یکم سبب این که ما کمتر از نظر من کمتر همین تعلیم زبان انگلیسی رو درست برآوردیم. یعنی ما یک بار از گراماتیک شروع میکنیم، یک بار از ترجمه متن ها شروع میکنیم. اصلا باید همین چیزی که ما خودمون یاد گرفتیم از کودکی، از 2 سالگی تا 7 سالگی 5 سال گپ زدیم پدر و مادر گفت تکرار کردیم و باید همین خیلی یک بار بگم از سپیکینگ گیریم. کلمه‌ای که هر روز برای ما در کار میشد، یک جمله من اومدم من میروم، همین واریانت ها باشد. وقتی که بگم خواننده همون کلمه رو دانست، بعد میتونیم خوش کرده گراماتیکا که انک طرز درستی گفتنی همین گپ این خیلی است. بعد دان بو از کلمه های دیگر چه گفتم شما زبان انگلیسی یک کلمه که 3 حرف داره. سعدی طاهرزاده در آموزاندن انگلیسی تنها نیست. کم باشد هم جوانان دیگری نیز هستند که در اینستاگرام درس میدهند، ولی برخی درس‌های حضوری را برتری می‌دهند. سعدی راضی نیست. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ناتو دعوت کرد که تا به روسیه حمله‌های پیشگیری کننده انجام دهد. با گفته زلنسکی چنین حمله احتمال استفاده سلاح هسته‌ای را از جانب روسیه استثنا می‌کند. اظهارات زلنسکی ضمن سخنرانی ویدیویی او در دانشکده لاوی استرالیا صدا داد. ثبت این سخنرانی در کانال تلگرامی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شده است. ولادیمیر زلنسکی در این سخنرانی خود مشخص نکرده است که منظورش استفاده سلاح علیه روسیه هست و یا نه. زلنسکی تنها گفت ناتو باید احتمال استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه را از بین برد. در روسیه به اظهارات اخیر ولادیمیر زلنسکی واکنش تند کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت سخنهای زلنسکی دعوت به جنگ جهانی است. دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت این کشور زلنسکی را به آن متهم کرد که به حمله اتمی بر روسیه دعوت دارد. سخنگوی پرزیدنت اوکراین در پاسخ به این حرفها گفت رهبر اوکراین درباره حمله نظامی بر روسیه صحبت نکرده است. با گفته سرگئی نیکیفوروف ولادیمیر زلنسکی تنها درباره پیشنهاد خود بابت جاری کردن تحریم‌ها علیه روسیه یادآور شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 اکتبر را فرا می‌گیرد. 7 اکتبر سال 1925 یک سال بعد تأسیس جمهوری شوروی مختار تاجیکستان نخستین نشریات دولتی عرفان تأسیس شد که شاعر نامی ابوالقاسم لاهوتی نخستین رهبر آن شد. اگر سال اول در این نشریات 8 نامگوی کتاب چاپ شده باشد، در 10 سال بعدی 266 نامگوی کتاب را از چاپ برآورد و برای رشد زبان تاجیکی سهمگذار شد. اثرهای آدینه و داخونده صدرالدین عینی از اولین کتاب‌های بود که در اینجا نشر شدند. برای ساکنان تاجیکستان در سالهای استقلالیت شرکت در لاتری‌های حق اقامت در امریکا یا گرین کارت امکان پذیر شد. 7 اکتبر سال 2020 در روز شروع لاتری پرطرفدار در میان جوانان تاجیک، مقامات سفارت امریکا گفتند هر سال از تاجیکستان 700 نفر حق زندگی در امریکا را به دست می‌آورند. سال یک بار 50,000 شهروندان خارجی در سراسر جهان برنده چنین لاتری شده برای کار و زندگی به امریکا می‌روند. در تاجیکستان شورا از سال 2009 در روزهای استراحت هفته اول ماه اکتبر جشن مهرگان تجلیل می شود. عید حاصل و کشاورزی یک جشن قدیمی مردم تاجیک بوده، دربارش شاهنامه فردوسی هم یاد کرده است. منعقدان میگویند این جشن قدیمی که با وصف و نیایش حاصل خوب و زمستان سیر و پر میگذرد به خاطر کمرنگ کردن جشن‌های دینی احیا شده است.
قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته باز هم کم بالا رفته ارزش روبل روسی باشد پایان رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1003 سامانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سامانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 7 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همه روزه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا هفته دیگر خدا نگهدارتان.